جعفر صادق میفرماید که کسانی که ادعای تشیع میکنن، قالیان میگه، یعنی اینها از یهودیان و مسیحیان و مجوس ها و مشرکان بدترن. این در زمان خودش که هنوز شیعه دولت نداشته، هنوز شیعه یک مذهب نبوده، هنوز شیعه یک باند نبوده، حوزه نداشته، مرجع نداشته، خمس بخور نداشته، متعکن نداشته، سینه بزن نداشته، زنجیر بزن نداشته، هنوز بزرگترین دزدی های تاریخ در عصرش صورت نگرفته. اینجا اونجا افرادی از باندهای خبیث ادعای تشیع اینها میکردن تا خرابکاری کنن، دسیسه چینی کنن، توطئه چینی کنن. اینجوری در مقابلش موضع میگیره. اینو کی نقل میکنه؟ سنی نقل نمیکنه، شیعه نقل میکنه. اختیار معرفت رجال جلد 2 صفحه 587، دراسات فی علم الدرايه صفحه 154. علی اکبر غفاری شارح اصول کافی، یک بار باش برخورد دیدمش هم در تهران. بهار مجلسی 6566 و معجم رجال الحدیث 15264. همه این کتب شیعه. ائمه اهل بیت میگفتند که چون کسانی هستند که دسیسه میکنند و روایت های ما رو بر میدارند و 100 تا دروغ باش قاطی میکنند، مردم بر حذر میداشتند. چطوری تشیع داره شکل میگیره. هنوز اینها همه در دنیای اهل سنت هستند. اینجا اونجا افرادی داره سر بلند میکنه که اهل بیت رو علم کنه که پیران نمیپرند، مریدان میپرانند. از مغیره بن سعید، از این باندهایی است که گرد امام محمد باقر رو گرفته. همین باندهایی که الان گرده خود خامنه‌ای بانده، ولی الان فهمیدن این باندها روشنه، واضحه. باند خامنه‌ای، باند احمدی نژاد، باند مصباح یزدی، باند مکارم شیرازی، باندهایی که بر حوزه ها مسلطن، باندند اینا دیگه. اون موقع قدرت نداشتن، زیر عبای اهل بیت پنهان میشدن، نوحه میخوندن. نوحه میخوندن نبندی که، یعنی سنگ اینها رو به سینه میزدن. از امام ابو عبدالله روایته که میفرماید مغیره بن سعید که خودشو از شاگردان محمد باقر میدونه، میگه که متعمدن بر پدرم دروغ میبست و کتاب اصحابشو میگرفت و اصحاب مغیره پنهان بودن و اصحابش زیر لوای اصحاب پدرم مخفی شده بودن. کتب رو میگرفتن، اینا رو میدادن به پدرم میداد به مغیره. اون هرچه کفر و زندقه بود در این کتاب ها میذاشت، به پدرم نسبت میداد. بعد اونها رو میداد به اصحاب خودش تا در میان شیعیان اونو منتشر کنن. از این واضح‌تر هر اون چه از غلو را و افراط را که در پیش شاگردان پدرم و اطرافیان پدرم میبینید، از توطئه هایی است که مغیره بن سعید در کتبشون منتشر کرده. از این واضح‌تر چه میخواد بگه؟
بهار مجلسی جلد 2 صفحه 250. اختیار معرفت الحدیث 2491. موجب رجال حدیث 19300. قاموس رجال 1089. کلیات فی علم رجال صفحه 416. همه اینو نقل میکنن. از ابو عبدالله میگه مغیره بن سعید که لعنت نفرین خدا بر او باد در کتاب یاران پدرم، شاگردان پدرم، پدرش محمد باقره، محمد بن علی الباقر، این دستکاری میکرد و احادیثی میذاشت که پدرم اونها رو نگفته بود. از خدا بترسید و آنچه که مخالف قرآن و سنت پیغمبره که از طرف ما به شما برسه قبول نکنید. اگر ما حرفی بزنیم میگیم خدا و رسول چون این گفته، نه حرف زیادی. اینه بهار نقل میکنه جلد 2 صفحه 250. جامع احادیث شیعه 1262. حدائق الناظره 19. اختیار معرفت رجال 2489. رجال ابن داود 279. توضیح المقال فی علم رجال 38. رجال خاقانی صفحه 209. این همه کتب شیعیه. چرا بهش عمل نمی کنن؟ چرا این حدیث بهش عمل نمی کنن؟ برای که موافق با قرآنه، برای که موافق با همه مسلمانانه. ممقانی روایت میکنه که مغیره بن سعید، همین توطئه باز خودشو از شاگردان محمد باقر جا زده، میگه که من حدود 100,000 روایت و حدیث در داخل کتاب شما گذاشتم. مقدمه تنقیح المقال جلد 1 صفحه 174 اینو نقل میکنه. این احادیثه که خامنه‌ای رو یک تروریست کرده، دولت‌های شیعی رو یک خونخوار در آورده، که همه این احادیث بله الان بهشون عمل میشه. قالیان و افراطیان بهش عمل میکنن و حتی علمای معاصرشون از جمله هاشم معروف حسنی، محدث اثناعشری معاصر، راجع به مغیره بن سعید میگه که از خطرناکترین افرادی بود که تظاهر به تشیع میکرد، تظاهر به ولای اهل بیت میکرد و در بین روات و اصحاب ائمه مدت زمان زیادی زندگی کرد و تونست با این توطئه و با این ترفند به دو امام باقر و صادق نزدیک بشه و همه راویان هم ازش مطمئن بودن و لذا احادیث بسیاری گذاشت و در میان سخنان ائمه در کتب حدیث احادیث بسیاری گذاشت. کتب حدیث هم به آن اشاره میکنه. الموضوعات فی الاثار والاخبار صفحه 148 149. بعد از تتبع در احادیث منتشری که در اصول حدیث کتب حدیثی شیعه هست، مثل کافی، مثل وافی، میبینیم که غالیان کینه توزان بر ائمه
بابی از ابواب نگذاشتند مگر اینکه برای افساد احادیث ائمه و بدنام کردن اونها حدیث جعل کردن. آقا اگه احادیث جعلی رو از تشیع بگیری دیگه تشیعی نمیمونه، میشه تسنن. و بالتالي میگه که اونها به قرآن مراجعه میکردن تا از سمها و دسایس اینا دوری کنن. تنها کتابی است که نمیشه باش دستکاری کرد. محدث شیعی معاصر، اثناعشری معاصر، قریفی، میگه بسیاری از احادیثی که به ائمه نسبت داده میشه ائمه اونا رو نگفتن، بلکه کذابان و دروغگویان به اونها نسبت دادن، یا در کتبشون دستکاری کردن یا به وسیله دیگه. و اکثر این احادیث هم سندن صحیحه. جالب اینجاست که سندن صحیحه، ولیکن این از دستکاری و دسیسه اونهاست. هر آنچه نمایند مردم بکار، بر آن است آگاه پروردگار. یعنی چی؟ یعنی غیر خداوند آگاه نیست. امام و امامزاده و کوفت و زهرمارای بت‌هایی که براتون درست کردن هیچ کدومش آگاه نیست. پیغمبران با اون عظمت شأنشون از حال مردم آگاهی ندارن، بلکه از حال اون چه که در خونهشون میذاشت آگاه نبودن، مگر اینکه مثل بقیه بشر. همه این مصیبت ها رو خداوند بر سر پیغمبران آورده تا مردم اونها رو خدا نکنند، بدونند که اینا بشرند. بیا همین این حرف رو به کوردلان امام تراش بفهمان، حرف به همین سادگی رو. حضرت موسی علیه و نبی الصلاة والسلام، خداوند دربارش میفرماد که درباره موسی فاذا خفتی علیه فالقیه فی الیم، به مادرش الهام میکنه نگرانی دربارش میترسی اونو در دریا بنداز. این چیز هزار میلیون بار محاله. کدوم مادر که طفلشو به دریا بندازه؟ یه طفل شیرخوار تو صندوق میذارنش میندازش تو دریا. در حالت عادی این یک ریسک بسیار بزرگه، لیکن وقتی خداوند به انسان اطمینان میده ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جعلوه من المرسلین، ای مادر نترس، غصه هم نخور، ما اینو باز میگردانیم. یعنی چی؟ یعنی ولایت دست موسی نیست، ولایت دست عیسی نیست، ولایت دست این که امامان زورکی شیعه بهشون ولایت بدن فریب کاری و مکاری بیش نیست. خود اون ائمه بزرگوار هرگز همچین حرفی نزدند. ان رادوه الیک، ما بازش میگردونیم و جعلوه من المرسلین، و اون از انبیا قرار میدیم. دو امر و دو نهی و دو بشارت. فاذا خفتی علیه فالقیه فی الیم، میترسید نگرانی دربارش، خیرت راحت کن، بدادش دریا. بعضی از مصیبت ها انسان آرزوی فرج داره،
خدا نکردی که دکانش مثلا آتش بگیره، میگه خب بالاخره من مالی ضرر کردم، یه دکان دیگه درست میکنه، همین دکان دوباره درستش میکنه. یه مصیبته لیکن راه حلی هست. همسرش فوت میکنه، یه زن دیگه میگیره. شوهرش فوت میکنه، یه شوهر دیگه میگیره. فرزندش فوت میکنه، خداوند بهش فرزند دیگه چه بسا بده. فلان مرض رو داره، خدا نکرده مرض قند داره، بالاخره باش زندگی میکنه و دستش قطع میشه، دست دیگهش هست، پاش قطع میشه، پای دیگهش هست، پای مصنوعی میذاره خدا نکرده. لیکن شبانه در شب تاریک داخل شکم نهنگ و داخل دریا، در چنین وقتی فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. در این تاریکی ها، در این ظلمت ها، ظلمت شب و ظلمت دریا و ظلمت شکم نهنگ، در میان این، در این بهبوهه ندا کرد، فریاد زد که خدایا مشکل گشای جز تو نیست، تو منزهی است و من از ظالمانم. فاستجبنا له و نجیناه من الغم و كذلك ننجی المؤمنین. در این مصیبت گران استجابتش کردیم، دعاش قبول کردیم. دعاش توحیدی بود، دعای شرکی قبر پرستان و امام پرستان و عیسی پرستان و بت پرستان نبود. فاستجبنا له و نجیناه من الغم. دعاش اجابت کردیم و از غم نجاتش دادیم. چه غمی؟ و جالبتر از همه آخرشه، و كذلك ننجی المؤمنین، و این چنین ما مؤمنان رو نجات میدیم. اما شگرد و مکر بازیگران و هنرپیشگان معمم مدعی تشیع در اسلام اینه که همه این توحید را، همه این خداپرستی را، همه این اعتماد بر خدا را، این توکل بر خدا را به نام اهل بیت درست به ضدش مبدل کردن، به شرک مبدلش کردن. دشمن دوست نما را نتوان کرده علاج، شاخه را مرغ چه داند که قفس خواهد شد. این آیه بر همه من شماست، بر همه مؤمنانه. و كذلك ننجی المؤمنین. این داستان یه قانون مبدل میکنه بر همیشه. این چنینه، ما این چنین مؤمنان نجات میدیم. کیست که من شما در زندگیمون مشکل نداشته باشه، بحران نداشته باشه، سایه خدا نکرده مرض نداشته باشه، همین دعا رو بخونید، همیشه بهترین دعاست. سبحانك انی کنت من الظالمین. ای خدایا من از ظالمانم، توبه کردم، منو ببخش. اینو به خدا بگید، نه به مرده ها. همه مردگان از بزرگ و کوچک، همین که من شما بگیم خدا رحمتش کنه، به این نیاز داره. عقاید، راویان عقیده تشیع و تاریخ تشیع مجهولند. چطور از مجهول انسان چیز یاد بگیره؟ محمد صدر که صدام او رو کشت و وقتی که با موفق ربیعی که در لندن باش مناظره میکردیم، یک شب بیشتر نتونست دوام بیاره و فرار کرد و از نوکران جانفشان امریکا در عراق، از خونریزاست.
وقتی از صدام سوال کرد که چرا صدر رو کشتید، گفت برای صدام صدر نبود، رجل بود. یعنی مزدور دیگران بود. همین صدر یعنی پدر این درنده عراق مقتدا صدر در مقدمه کتاب خودش که این کتاب تاریخ غیبت الصغرا داره تحقیق میکنه، میگه که یه بابی داره به عنوان نقطه ضعف ها در تاریخ امامیه، چند نقطه رو ذکر میکنه. نقطه پنجم این که مصنفان شیعه، نویسندگان شیعه، هر اون چه از روایت ها از ائمه به دستشون رسیده جمع کردن بدون که صحت ضعف اونها رو نشون بدن، با وجود که خودش از بزرگترین خرافیانه. و علمای شیعه امامیه که در رجال علم رجال نوشتن، در کتبشون فقط اکتفا به ترجمه روات احادیث فقهی و تشریعی کردن، اینو بیشتر اهمیت دادن. لیکن این کتب در میادین دیگر معارف اسلامی مثل عقیده، مثل تاریخ، مثل جنگ ها که از کتب فقهی بیشتر هم هستش اهمال کردن. این سخن صدره. اگر در تاریخ در فقه چیزی نقل کرده باشه و در تاریخ این که حسن حظشونه، اما اگر از فقه چیزی نقل نکرده مجهول میمونه. مقدمه تاریخ غیبت الصغرا صفحه 44. وقتی راویان مجهول باشن شما چطوری دین ازشون میگیری؟ محققانشون اعتراف میکنند که اگر روش نقدی اهل سنت را، منهج نقدی محدثین رو در سبک سنگین کردن، در تصحیح و تضعیف کردن به کار ببرن، از دین شیعه چیزی نمیمونه. عالم اثناعشری یوسف بهرانی در قرن 12 میگه که ما واجب این روایت هایی که اومده